لگوری آمارین سازیم پنابران لترکیه نزی 500,000 پنابرین افغانی هنه. یک جوان پنابران جی عبدالله بابایی 24 سالیه. کلوگنده هدر شیخ ابسر نافچه پولاتیا انقره. لچولکا کارسازکی کرد لگل سه پنابرین افغان. کار جودکاری و شوانتیه دکه. عبدالله بابایی جباجار میمنه افغانستانیه. جبرکو باوی بابایی کوچه داوی کریه. او برپرسیاریه دبارا مالباتا خو هلانیه سرملی خو. و افده سالم کل ترکیه خبته. عبدالله بابایی سالا پار بقاسی 6 مهان لگوندکی موشه و لنور شنا بلیسه شوانتی و گاوانتیه کریه و لوی داره جگوندیان فری کردی بویه. والا از افغانستان اتیم ترکیه اتیم موشه والا 24 سالمه اتیم لا درمان افغانستان تنه اتیم لا یش بکیم وضعیت افغانستان که اندی خراب شهر و طالب و دولت زاپا مجبوریم اتیم لا یش بکیم تا بزنیم زندگی چاندی بیم. من اول اتیم اصلا هیچ نزانم ترکیه این کرمانجی یواش یواش 5 ماه 6 ماه تا پان کریم کرمانجی اندیک یاد بزنیم بگیریم چانکیه. پنابر افغانی بابایی بروکنی بحث عسکرنا خویا با ملت کردکه و دبیجه از پرج کردان حزدکم و دما از بوارا بکردی داخوم او تم حیرید مینن. ملت کرد والا باش بی الان ترکی که من نزنم ملت کردی زاب خوشه. افغانستان که خوشه ولی بعد نینه غریب بازانی مملکت شهر زاب درمان تنه اتیم لا ببین چاندی بی به کردار اندیکیش بکیم. دیگه که مثلا با افغانی اندیک مراد که زانی چون که افغانی غریب آتی لا یه به کلمان یشتی که به هم دی به برای من. عبدالله بابایی کو جبر شر نافخوی افغانستانه و جبر روش آبوری بری خدای ترکیه ده زانین او دبن شرط و مرجن گراندا لخریبیه دخبتن و پیدا بارا مالباتا خودکن. هر وا بابایی دبیجه او بهبینه کو روژکی لولات وان افغانستانه اشتیا نافخویی و استقرار چه ببه و او فکرن سر آخا خو لگل مالباتم خو بجین. عمر سونمز، کردستان 24، انقره.